درستن بچه قماندان سیب. شکر خوب هستم. تو چطور هستی؟ خوب هستم شکر قماندان سیب. چطور است؟ سلامای مرا برش میگی یا نه؟ خوب است. نه سلامای تو را نمیگم، اینقدر وقت نداره که سلامای هر کس را جواب بده. بازو هم از مردم غریب. چطور است کاروبارش؟ هنوز هم تو نانش در روغن است یا نه؟ والا نان ما همیشه در روغن است. کم خو حق مردم را نمیخوره. خو چی کار بود؟ چطور که طرف دکان ما آمدی؟ خدام کافته از کدام طرف برآمده؟ چیز کار نیست. پدرم گفت که دم کتابچه قرضی به نام شاجیرم اضافه کو. دمی روزا بخیر میره حج. صحیح و دو چشم نوشته میکنم. سلام کاکا جان، خسته نباشی. مرگ سلام. باز تو چه غریب آمدی ها؟ زود بگو چی کار داری ناقی تو یک کپاک بزنمت که یک هفته قلنده را در خوابت ببینی. حالا من خود چیزی بد نگفتم، تنها اعتراف کردم. همراه من هر وقت بد گپ میزنی، ما هم دل دارم. نه بخیر. امو گپ شد که از رزه بلاخزه. برو که حال تو رم گفته بودم و دلت هم گفته بودم. برو دیگه حالا. مادرم گفت یک ذره دال نخود قرض بده، پس پیسه برات میتم. ما بعد از به کس قرض نمیتم. برو چه غریب که ناکور دارت میکنم. حالا جمع کو دیگه. بد مکن، از گردش دوران بترس. مثل قلندر نباشید.